خدایا توبه، این همون دختر نیست؟ روزی گذشته با استاد احمد آمده بود. دخترم، تو نزدیکی آمدی؟ نزدی دامولازیا. با همین دامولازیوی تو در این خانه دامولازیا گفتنی کس زندگی نمی کند. در اینجا احمد شمشک زندگی می کند. رو از اینجا. احمد شمشک میگوید. دامولا، شما رو منتظر بودم. اکا حال هم درباره بیتول گپ نزدی کی است تو؟ هم تو نبره امکی اکرم رو دوست می داشتی؟ خیلی کالتاکیلاس کی است؟ او هم رو دوست می داشت. کالتاکیلاس حالا در کجا است؟ مرده است؟ او هم زهرو رو دوست می داشت مگر؟ زهرو حالا هم رو دوست می دارد. وگرنه چرا با اپیمیلیس جنگ کردن؟ سینان جان یک نفس بکش، بسیار خواهش میکنم حیاتم رادیاترت کمتر خنک شود. مالش گوش کن، من حاضر همش رو با تو میفهمونم. این زهرا خانوم. زهرا جان چی خلستی؟ راه میگردم که خوب شوم سمی جان، همش همین. به خواهرتم سلام نگفتم. سینان بودی ها؟ بله. سلام، خوش آمدی به خانه ما. چه حال داری؟ خوب هستم اپا جان. لطفا براحت بشینید. خواهی سینان به مکتب اینجا عادت کردی؟ ها عادت میکنم. وای دامولا، اگر وقتتون باشد به شما یک گپ رو بگویم. در داخل خانه اگر شما راضی باشید. مایلش مرحبا. این استاد را ببین. میشگان گفتنی دختر را هیچگاه دعوت نکرده بود. دختر را روی راست به خانه در آورد. این را برای چی دعوت کرده باشد؟ بر شما نمیزیبد استاد. توبه توبه، وقتهای آخر تماما دیگر خیل شده ای. یک دقیقه، این دامولازیا رو پرسید. شما شینید، من چای میمونم اگر خواهید. مایلش، تشکری زیاد. خدایا توبه، این خاله با من احمد شمشک گفته. از یزنه اونال گریخته به همین کار دست زده است. زهرا هم در نزد در احمد شمشک را دیده است. اکنون فهمیدم. اگر این را به تو گفتنی باشم خیلی انتظار میشوی زهرا. دامولازیا با عینک. اینجا بیا فرا. گوش کن راگرد آن نوبت رو شو بدیم. فهمیدی؟ راگرد و تیتر کفزن شده یا راگرد قدرت لعنت. کی هستین؟ اکا این یکی از آدمای ضروری سخرات است. در اطاعت شماست. ای ابله، برای من خودی سخرات لازم است، آدمش نه. اکا این لعنتی مرا به نزد سقراط میبرد. ای بینمک، دفعه گذشته قریب پوستت رو میکندم، فراموش کردی؟ مایلش حاضرین رو دیده میبرایم. کنی تو خور ایمروش فاشش معلوم است که آدم سقراط است. اگر هم گفت من دروغ باشه زبان ما بکن در نزد سگ و پرد. اکا باور کنید. گیرید. تشکری زیاد. دامولا، امروز زهرا نزد شما اومده است. این راست است یا اینکه در خانه نبودید؟ نه، چرا در خانه بودم، اما در رو کشودن نخواستم، دلم نخواست. در راحت نکشوده است. رویش را دیدن نمیخواسته است یا اینکه زهرا را دوست نمیدارد؟
دومولو شما زهرا رو دیدن نمیخواهید؟ من این موضوع زهرا رو گپ زدن نمیخوام. امروز هم آمد در پشت در دامولازیا گفته داد زد. چرا؟ نمیفهمم. انیق زهرا رو دوست نمیدارد. پیسته بر این دختر است. زهرا میگوید. دختر کمتر درباره خودت گپ زن خیر. چون که هیچ کس را دوست نداشت. تو از من اینقدر نفرت داری ها؟ مگر این گناهی من است؟ از همین سبب تو مرا بد میبینی. اما برای چی تو را دوست دارد؟ برای چی تو را دوست دارد؟ برای چی تو را بزنی میگیرد؟ تو باره از خودت پرسیدی مگر؟ تو یک بیچاره هستی. ای عجب و این چیگه باشد؟ این فرصت است دومولو رو از خود کنم و انتقامم رو از زهرا گیرم. خودش چی گپ است؟ این دختر نگاههایش را عوض کرد. تمام دومولو، عذر میپرسم. از این پس درباره زهرا اصلا گپ نمیزنم. راستی به شما مینداری بیان نکردم. حیاتم رو 2 مرتبه نجات دادید. این خیلی میشود. اجگامی دومولو، اگر یگان مانع نباشد ممکن است که با هم دیگر از نزدیکتر شناس شویم. یا خدایا این دختر با من عاشق است. خدایا من چی کار کرده ایستادم؟ همش از پشت زهرا. نه آشنا نه. این دختر به تو نگاه هم نمی کند. اگر به تو نگاه کند تنها میجگان نگاه می کند. ای چی کار کرده ایستادم من؟ نه این کاری نمیشدنی است. دومولو زیو انیق زهرا رو دوست میدارد. گشته به من نگاه هم نمی کند. هم این کاری خطا است. دومولو، من تنها برای خبرگیری آمدم. برای چای تشکر. چی کار کردم من؟ یا اینکه این دختر رو ترساندم؟ یک کاری ضرور دارم. خودی حاضر به یادم آمد. باز یگان روزی دیگر صحبت میکنیم میلش. اما نو آمدید حالا چایتون رو هم ننوشیدید. کمتر چینید و خیر. نه دومولو، تشکر. یگان روزی دیگر من میروم. مرحمت. من هم میبرایم. شما رو گسل میکنم. مرحمت. Yıllar padarı dağlar. Gamza Sokrotlar kucağı. راستیست به شرف. نمگو. به شرف. بیاکا. بسم الله. به شرف گبزن. در کجا سکرات؟ ها؟ با خدا نمیدونم که رقم تلفنش رو با این حدود داد. کنی با آن رقم زنگ زن. کلت رو میگیرم. Uşota mebrum فهمیدی؟ مرحمت اکا. الو سقراط آدمت در دست من است. زینه به زینه به تو نزدیک میشوم. تو را در جایت میکشم. در دستت که باشد الک یادم نیست کن. دفعه گذشته جانت رو با یک عذاب نجات دادی. پایهایت رو چنین کورپا درست کن. هی! مرده ای تو را پیش سگان بپرتایم. مرداد را این آدم چرا تا حال زنده است؟ در آخر از دستمون گریخ سردار. در کوتاه‌ترین مهلت او را میکشیم. این چه خیل میشود؟ اینقدر زود خیستید شما؟ باز با میخوریم دومولو. شب‌های خوش. شبی خوش. خوابای خوش. ای ماشین جان، به همین هم امروز روزی بد رو گذراندم. باز تو نگویی که من کار نمی کنم. نگو میلش.
انیق با قلت کلاس و میخورد وگرنه در این جای بی آدم چی کار میکرده باشد؟ سلام علیکم. علیکم سلام. بیا شفقت. موندای کار برادرو؟ رحمت خدا از تو راضی باشد. ها کات اینجا؟ تو اینجا چیکار میکنی؟ اکا جون به خدا به شما احتیاج دارم. برای همین اومدم. این قد پول در کار دستگیریم نمیکنی اکا؟ یه دفعه از اینجا قمار بازی میکنی ها؟ امشب برادرم رو در خواب دیدم. گفت که شوکت همه کارهایت رو مونو از پای کارهای خیر بشم. پیش یکی کنعان بره دستگیری میکنه گفت. اله کنی بگو؟ چی کار میکنی؟ چای آب میکنم. در شوه مرا فریب کرده گویا چای آب میکنی. چای کنده مگر آب رویه؟ تورات خونه میسازیم. دامولو همه خیلی بود. ثواب میگیریم اخی. نه این خیلی گوی. خب ماشاءالله شوکت راهی راست رو پیدا کرده. فردا جای کارم بیا. باید کاری آدمی سقراطی پدر لعنت رو تمام کنم. و این برزگو کیه که مودگوش کردین کو؟ This is Mr. Socrat Face. وای سقراط است کو این یکی از آدم‌های انا همان است. روی امیر نگاه کردم سقراط هم میگوی بچه‌ش ها؟ یه لحظه بیستیم. آدمی کیه گفتی؟ آدمی سقراط است؟ همون سقراطی که برادری ما رو به قتل رساندم؟ قاتلی برادری من یعنی ها؟ جایش رو جنت کنم. با من ده سیلو را من پدرم رو عجلت رو میدیم. با من گفتن لعنتی سقراط در کجا؟ با من گفتن سقراط در کجا؟ چه کار بکنی ابدا؟ تو گفتم سقراط در کجا؟ لعنتی بس کلت میپرونم. گفتم سقراط در کجا؟ حیوان هیچ تا این کارو نکن. پسرم صدای تیربر اومد؟ عجبا در آسمان سلوت خطیب بزنم سلین من شما را دوست بدارم چی خیلی نشته باشم بیاق در اونجا تیرپرانی شد نگویم سردارم اگر تیرپرانی باشم من نمیرم بخاطر که در سرم نوت نقشه های توی کشته ایستادم فرا دیوانم فرا از ماشین شوکت برادرم نبه تو سلاحی مرا کجا کردی؟ دمجا بود کجای ده غلطی چی؟ ای خدا زده خدا جزایت را دهد پدر لعنت تو خودت را کی بگیری تو زور هستی مگر خودت را رم با فکر میکنی احمق گوی بیشا ترس گرفتن سلاح را نمیدانی برای قبری پدرت میگیری خدا جزایت را دهد گم شود از اینجا از دست شما لعنت یا یگم کار هم نمی آید گم شود این زمین جمشید چی بلا؟ اینجا چه گپ است؟ سردارم بخدا از پیش تیمی ملیسه که اخیر بیزن میمانم با سلن 100 نفر خوزگاری رفته است یکی با دیگر کس راضی نشوم ای بیاق تو چی گفتی سولی؟ کجا شد این به شرف؟ شین با ماشین شین من برای چی شما رو میخورنم ها؟ کنی در شود از اینجا شما رو من باید بکشم زود باشید اینجا رو تازه کنید حیوان ها بر پدرتان لعنت بیا ما کجا گریزم که آنها مرا نیابندم از دست ندهید وی را همه تو را دوست داشتن ها؟ دامولازیا اکنون تو را اصلا دوست نمی دارد نبیره بابا دامولو را از خود کنم بعد حالت را می بینم موشین جان نفس که همراه می روی یگان موسیقی خوب نیست مگر؟ مگنیتفون می خونه این فیته هایش در کجا باشن؟ کنی بخوام
من صنعت موسیقی تاجیکی را دوست می‌دارم. خدایا توبه، در حیاتم گوش نکردم این موسیقی. با خدا که بار اول است که گوش میکنم. حاضر با این موسیقی خوابم میبرم. ایستو 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 گاز رو زیر کن. مایلش چی نگاه میکنی؟ گاز رو زیر کن. مایلشه. اکای کانون وای به پدر در یک ماشین سور نشسته رفت و خیر من رفت. تو با کجا میرم؟ زود بیرون زودتر. گاز رو تاخیر زیر کن. زودتر بیرون میگویم. اکا جان، یعنی سرعت حرکت این ماشین با گاز همین قدر است؟ اگر سراسیمه رفتنی باشی از راه یکان ماشین دیگر را داشته را. چی گفتش تو دای احمق؟ خودت میپرانم تو رو، مرا دیوانه نکن. تمام. موسیقیت رو خاموش کن. برازاندی مازن تفانت. زود بیرون میگویم با تو، زود باش. یک ماشین 011 شوروی را داشتن نمیتوانه. مورد اکا ماشینش کهنه است اما راننده‌اش مانند فرمول 1 است. قسم میخورم راننده‌اش ماشین را مثل راکت میراند. شما خیر پیاده همه را میگذاشت باور میکنه که قانون. به خدا همه شاگردی دروغ راست میگویند. چی دروغ گویم؟ برادرم کلتکلس رو به یاد آوردم. میدانی او هم مانند همین میران بسیار استیلی خوب داشت، اما ماشین های نوی فسان رو میدزدید. پیاده میگشته، حتی در این خیل ماشین ها نمی نشست. آه برادرم، گوش کن چی رو به یاد آوردم. روزی توی من یک ماشین رو دزدیده اومد. چی؟ ماشین رو از یک جا کرایه گرفته اومد. اوه اکا میدیدی چه خیل ماشین بود و درونش کلانی خوشرو، سیدنیوش هم میدیدی اکا کاژنی بوده. آه برادرم خدا در بهشت همه خیل ماشین نصیب بده. خدا از او راضی باشد، مکانش جنت شود. آمین جایش جنت باشد. این دیوانه ها با کجا میروند؟ یا این که جای کلتکلس رو میدونسته باشند؟ نه خیلی نمیشود. مردم در این وقتی شب در آغوش زناشون خوانه ما باشم قطینه پدنالت از قفل ارواح ها گشته ایستوده. چی گفت شد؟ ماشین رو بیرون. ماشین نیست تا چخیل بیرون امکا؟ برای رفتنش تیلا دادن لازم. خیلی تیلا دادن. موشو گربه بازی داری؟ چخیل موشو گربه بازی؟ به دیوانه مانندم من. اگر نخواهی که تو رو دستگیر کنم به بیرون برآمدن ماشین رو باید تیلا بدهیم. در ماشینت زود فراز ماشین تیلا میدهیم. مایلش بیا زود باش. بیا تیلا کن. تیلا کن. بیا تیلا. ماشین رفته ایستاده است. زود بیا زود بیا. تو را هم ماشینت را هم با ماشین اومدگی من بینگر. ماشینش مانندی عربه است. صاحبش دیوانه. این ماشینت از طرف برادرها بس کنید آوارا گردیتان را با مسجد بیایید. من شما را در مسجد نماز گیرید. فقط بگو رسید است نماز میخوانم. ایستا میگویم. ایستا. شخل ماشین هستن. گورس این ماشین رو نگاه کنه. مرا تقیب دارد. کش از پسی من نیا. مگر آنه نداری. کجا میروی؟ خدایا توبه تنها. رو از پشت کش میگویم. صاحبین در کجاست؟ رو از پشت میگویم. نگاه کنید. آزیر نشکنم. آزیر تیر عزت رو مشکنم دفت. خدایا توبه. من با تو میگویم ایستا نباشد بس سر چنان بزنم که یا خدایا نایستادی. رو به قول پدرت. آدم را زیر کرد. کی باشد؟ وای امامی مسجد بوده است. رفته امامی مسجد رو زدی. خوب هستید؟ شما خوب هستید؟ خوب هستید. خیزی التماس شما خوب هستید؟ زودتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. چی؟ من نمردم، زنده هستم. من زنده هستم. نزد من چی کار میکنی؟ با تو میگویم های حیاتی مرا تو تیره کردی. رفت از نظرم. خزید دفع شو میگویم از نظرم. گم شو از نظرم. من با تو میگویم دفع شو. متهم ناخلف. دفع شو میگویم دفع شو. شما خوبید؟ ایستادو خیر. یاری خدایا توبه، این آدم رو چی تب زده باشد که سرش ویران شد؟ چه ها گفته ایستادم؟ پلیس از پشتم. از اینجا باید روم. خدا تو را زند. یاری نیست. دیوانه ساندی شده. مگر این داملا نیست؟ یاری نیست. یگان مسلمان هست. ای تفشم. با خدا خودی خودش. اکا از برای خدا این مرد دیوانه شده است. بیا او رو با دیوانه خانه بریم اکا. ای داملا سیاه زامبی شده. ای نمکی احمق، حاضر وقتی این داملای دیوانه نیست اول آدمی سقراط رو خپیدن لازم. سردارم شما حاضر آدمی سقراط گفتید، ما او را گم کردن ممکن، چون که در بند یگان ژوگلی 011 سوخ نیست. باور کنید سردار. ای احمقای لعنت، این کاری شماست. خدا همه تون را زند. داملا سیاه زامبی شده است. وی از پشت کی زامبی شده است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اکا کنان جان التماس او را با خود گیریم. بین چه ها میگوید. داملا این دیوانه زنده شده. زنده. بیا این دیوانه را گرفته به بیمارخانه بریم، ثوابش به ما میرسد. مسلمان ها وی زامبی شده. زامبی. بیا بسم الله بیا الرحمن گذر به الرحیم. اینجا. کشید مردم با من یاری رسانید. یاری رسانید مردم. اینها چی کار میکنن؟ بیامونه برای همین ما آنها را تعقیب کردیم. کنعان دیوانه دامولای دیوانه رو میگیرن. سردارم شما باشید اونها رو تعقیب میکنید. من باید خانم سلین رو تکلیف خانه دارشوی بکنم. من در اینجا چی کار میکنم؟ خدایا توبه، چی گپ است اینجا؟ این چی گونه کار است؟ ای ماشین از تو خلاصی ندارم؟ احمد جان پسرم، بفرمایید. ماشینی تو را همکارانی پسرم پیدا کرده. پسری من صاحبش را میدونم گفته گرفته به اینجا آورده است. کلیدت را گیر به من مندرم. همین خیر. این کارخانه پسر شما یگان کاری دیگر ندارد از پشت ماشین من میشود. با پسرتون سلام گویید. حتما سلامی مرا با او رسانید. تشکر زیاد. نه سلامت باش. سلامت باش روزهای خوب. این چه خیر پسر است برادر. هر باره که عربه را گم میکنم او مییابد. عربه؟ تو چه خیلی عربه هستی ها؟ دیوانه هستی؟ بیعقل هستی؟ چی هستی تو ها؟ چی کار کنیم؟ با تو چی کار کنیم؟ با خواست خود میروی با خواست خود میروی. مگر صاحبی خر هستم من؟ خدایا توبه کردم. زود با کار دارم که نباشد. مادر گوشوارم را گم کردم. دویمش را ندیدی؟ من از کجا میدونم گوشواری تو در کجا است؟ کی میدوند که در کجا گم کرده ای ملیس؟ یا خدایا گوشواری دوست داشتم بود. با اجازتتون به شما اشتیاقم. با مکتب دیر نمونیم سینن رو در قید مانم. چیزی خوب است. تشکر. خیر نباشد. تشکر به شما اشتیاقم. تشکر. خدایا نهایت این کار هم چه شد. صبحانه با مزه. زورا خوب هستی؟ خوبم. کارد رو بگه. به همه شما اشتیاقم. صبح بخیر. تشکر. صبح بخیر زورا. چی؟ دخترم گذرشین صبحانه بخور. نمیشینم بابا جان. من صبحانم رو بدتر میخورم. زهرا؟ این چی گپ است؟ نمیشینم بابا جان، من بدتر میخورم صبحانه رو. دخترم شین زری میز هممون یک جای صبحانه کنیم. من با دروغگو سر یک میز نمیشینم بابا. اصلا من با او در یک میز نمیشینم بابا. ملیس بیعقلی نکن. ملیس چیکار کرده ایستادی؟ شین در جایت. تو هم شین در جایت. من نمیشینم بابا. من هم نمیشینم بابا. ملیس ای ملیس با کجا؟ اینها مانند کودک رفتار میکنند. ملیس دخترم. زهرا ای خدا.
چی شد به اینها؟ از کجا میدونم پدر جون؟ خدا توبه همه ما رو میخندن. یا خدایا با من صبر بده. شرمنده شدیم دادرم. حجت خونه رو توزه کرد آمدیم. آه استاد احمد ما بروی نداشتم اون رو ریزوندی. چی نگاه داره همتون؟ بس ایرام این دفعه حالیق از من جدا می شود. خصوصا ما رو باید گیریم دادر. من حجره خودم رو تمیز نکردم و حجت خونه رو تمیز کردم از پشتی وای. تو از کدوم قصص گپ میزنی؟ چه خیل قصص؟ نقشه رو عملی میکنیم. کدوم نقشه؟ یک دقیقه جدی میگویی؟ به عقلی نکن. به همون استاد احمد بابای دنیا رفته آمد. با او رحم کن اخیر. او با ما رحم کرد؟ ها؟ تو کوردور نشو. من نقشه رو کشیدم. غیر از نجیب به تمام بچه‌های سیم نقشه رو من گفتم. چی حاضر میکنه؟ چیکار کرده ایستادن آنها؟ اوف من نفهمیدم. جونید جونید او چی هست؟ هیچ. برای استاد یک توفه خوردکه گرفتیم. خیلی بچه ها؟ بله یعنی جونید و دوستانش به استاد توفه گرفتن. باور نمیکنم. ملیکا جان من باید تو رو بگویم که تو به دیگران باور نمیکنی. چی شده است؟ چیکار کردن؟ به استادمون هدیه گرفتن. تو کدو هستی گفتن نمیپرسم چون که تو کدو هستی. انیق به استادمون دام میسازن. در این سین سال دام میسازیم مگر ایران بفهمونش؟ نکن خب سلام بچه ها. کنی بچه های هایتان گذارید. سلام شینید. این چیست؟ هیچ استاد ما همراه بچه ها گفتیم یک هدیه خوردکه گیریم و شما رو خرسان کنیم. هدیه؟ ها استاد با فکرم باید نکشوید. از درونش بمب میبراید. التماس نکشوید. ملیکه خب که دخترم آخر دوستانت به من هدیه گرفتن. عیب می شود نکشاییم. البته بین حالا استاز با بالای میز میپرد. بله هم قسم اون رو میگیریم هم درس میگذاریم. بله این چیست؟ استاد شما اصلا سیوای باید با بالای میز یا کرسی میپریدید؟ پسرم من از کجای این ترسم؟ خدایا تو درون قوطی خالی است. چی گفته ایستاده؟ من با قوطیش گرفته اومدم. وقتی خریدن درونش رو دیدی؟ برای چی نگاه کنم و چیز باید رو؟ بیاق استاد در اونجا چی هست؟ هیچ چیزی نیست. موش از موش. استاد شما از موش بسیار میترسید. نکنید این کارو استاد شما باید در این حالت سیمخانه رو ترک کرده میرفته. سرم تو مگر دیوانه هستی؟ من چرا از حیوانی خود ترسم؟ چرا میترسید؟ حیوانی بی‌ضرر است. استاد این کجایش بی‌ضرر است؟ این از موش کمتر کلانتر است. من از موش میترسم. استاد گیره دارو گیره. بچه ما بالا میزه چیکار میکنیم؟ استاد باید بالا میز میپری. یگان موش خونگی نآوردی؟ موش زیبا آورده کو؟ نخواه که موش زیبا شوا. پسرم موش رو بیار به قوطی اشمانی. باید درس گذاریم. بیار. استاد نه اصلا با خدا استاد با نام خدا من میترسم. نام خدا رو گرفتم استاد. من از اون حذر دارم. صبحان اینجا بیا. این را گیر در جایش. تو دیده صبحان نمیترسد از موش. دوستوشای تو با فکرم در کرده است. ای دختر تو اول خودت رو بین. ترسان چه؟ طرفی من نبیام. جنای اینجا بیا. اویم رو نرست. این را گیر. از کجایی که آوردی برگردان پسرم. بسیار ترسیدم. تلخ کف شدم. من از موش میترسم. کی آوردی موش رو؟ تو اینقدر ترسانچک بوده من نفهمیدم. با خدا چرا اینقدر ترسیدی؟ چرا استاد نترسید؟ تو این رو پرس. راستی آبرویم نال شد دوستم. ایرم هم بعد از این کار
аниқ аз ман ҷудо мешавад. ҳеҷ чиз напурс, ҳеҷ чиз напурс. Ягон духтар бо ман гап намезанад. Тамоми мактаб хабар дорад. гӯё ки пеш аз ин духтарҳо бо ту гап мезаданд, ҳа дӯстам? ба худо намедонам назди духтаро чӣ хел равам. мисли ҳамин субҳон ҷасур нашудем. вайро дидӣ чӣ кор кард? вайро мо ҷасорат нишон додем ку. як чӣ пурсам аз вай духтар чӣ хабар? Кадомаш? вай арӯсат буд ку аз синфи дайбе. бо ӯ ҷудо шудам. ту чӣ хел одам ҳасти ҳоло 24 соат нагузаштааст ку? мошинро бин. ман зуд ғамгин мешавам. ё худоё. ё худоё, бачаҳои дигар арӯс намеёбанд, ин бошад мисли ҷуроб арӯсҳоро алиш мекунад. ин аз мактаби мо нест, ман медонам. Serseri bir kuş, bazen istesen de tutamazsın, aç kanatlarını, bırak korkuların. این کی است؟ Oh my god, very beautiful and very sugar. Bu masalda mutlu son var, sen de benim yarınım var inan. یا جینکی باشد؟ ортиқ чашмонат кур шавад. киро ин қадар нигоҳ дория? мошинро нигоҳ дорам ишхам. додарам ин талабаи нав аст. тамоми дуоҳоро аз ёд мекунам. иншоалло дуои зиёд мекунам то ки ба синфи мо ояд. дуои қурбоқа борон намеборад. ман дуои бисёр медонам. иншоалло ӯ ба синфи ای دخترو این چی گپ است یگان کس بیند گویا که این میز دوشنبه باشد هوا بلندیش رو بینند боз юбка пӯшида аст. пойҳояш гугурчӯ барӣ. ту бин хотири ҳамин духтар ман ҳатто ба ҳаҷ меравам. раве ба ҳаҷ мерафтааст. як духтаро дидааст воимаашро бин. ишқам чӣ кор мекунӣ? чашмонатро мекобам. ман ба ту хиёнат намекунам ишқама. писта буда. зурайники. ای باورم نمیآید ту чӣ кор кардӣ? аз мӯям дастатро бигир. хоҳаратонро ба синфи хуб мегузаронем. синфи 12 б. 12 б, а? чӣ хел синф аст ин 12 б гуфтагият? ба ростӣ синфи 12 б яке аз синфҳои беҳтарини мактаб аст. шогирдони беҳтарини мактобро ҷамъ карда дар он синф ҷамъ овардаем. дар одобу рафтори онҳо ман гап надорам. устод аҳмад роҳбари синфи онҳо мебошад. дар он синф то ҳол касе баҳои 4 нагирифтааст. ҳама баҳои 5 мегиранд. хулас ҳамин ки хоҳаратонро дар беҳтарин синфи мактаб ҷо мекунем. беҳтарин устод, яъне инро фаҳмидам, хурсанд шудам. ҳозир вақти дарс аст. хоҳаратон либоси мактабӣ пӯшад, баъдан ба синф меравем. барои хуб пазируфтанатон бисёр ташаккур мекунам. намеарзад, вазифаамон аст. набошад ман равам. туро баъд аз дарс мегирам. тамом акаҷон. устод боз як бори дигар ташаккур. хай зинда бошӣ. хайр набошад. хайр ҷонам. кӯбишӣ? خب بچه ها موضوع درس امروزمون درباره مشکلات های حیات و فرصت های خوبی داده حیات و محیط امروز است. хуб шуд ки устод гуфт ин субҳ духтаре ки дидем барои чӣ наомад ё ин ки ба гурӯҳи мо ӯро намеоранд? бародар вай духтар зебо аст, ҳатман ба синфи мо меоранд ӯро. яъне ҳамаи духтарҳои зебо дар ҳамин синфи мо ҳастанд. вай бисёр духтари зебо буд, ҳушамро бурд. بیایید. устод ба дарсатон халал нарасондам. استغفرالله. بیایید بیا استاد. بیا ایزا نکش. ба худои ба синфи мо омад. тамоми дуоҳоро аз ёд мекунам. худоҷонам ташаккури зиёд ба ту. худоё ҳазорон бо шукр, бародар гуфтанд ки ӯро ба синфи мо меоранд. ай боварам намеояд чӣ кор карди духтар? рашкат омад. ман раш мекунам охи. بچه ها آرام. ин духтар имрӯз ба мактаб омад. гуфтам ки дар синфи шумо дарс хонад.
بله اما با بچه ها باید این موضوع رو مصلحت کنیم. شاگردان دوست نوتان را قبول کنیم؟ قبول میکنیم استاد. دموکراتیا. استاد باید با شاگردان هم مصلحت کنیم. همین خیلی؟ قبول میکنیم استاد. گپ نیست استاد. و شما درس های خوش. رحمت. نامت چی هست دخترم؟ سنن. خب سنن جان حاضر برای تو جای میاریم کنی؟ اینا در جای ماشینا کمی آرام شوید. خاموش ایستده. باز با این دختر چشم اوام نکنی که قبل گذر دخترم با آن طرف گذر. نزدی بر. اما استاد صبحان جای ده. جای داده بو باشد. ای دختر میتوانی سپون را فراموش کنی. در همین جا مینویسم نگاه کن. من این دختر را میگیرم. در خوابه. خب اول با تو یک شناس شویم. خب من از ازمیر از طرف کالج مچید شکیپ اومدم. نامم سنن استورک. خوش آمدی. اما یک از جایت خیز کنی؟ من از ازمیر از طرف کالج مچید شکیپ اومدم. نامم سنن استورک. مرحمت چینید خانم سنن. سنن کاری بزیب کردی. خب بچه ها به کجا رسیدین؟ استاد خوبی گفته استاد عبدوی. محترم جماعت، شبی گذشته به یک حالت ناگوار شاهد شدم. زیا گفتنی داملای ساختکار دیوانه زامبیش را دیدم. او از پیشم برآمد. در اول از پیش دیگرها هم برآمده بود. به نزدم نزدیک می آمد. دستم را قپید. گلویم را گرفت. معلوم است که همراه خودش من را هم به دنیای دیگر کشیده بردن خواست. دیوانه شده است. بینمان زد و خوردی سخت شد. من مبارزه بردم. دست به گریمان شدم. در این مبارزه من غالب شدم. دانسته باشید که تأثیر دعاهای مبارکی من بود که او را از سرم دور کردم. دیگر از پیشم نمی براید. جسارتی نزدم آمدن را هم ندارد. اما رود و از پیش شما این دیوانه زده براید، ارواحش یا خودش فرق ندارد. اصلا از وی نترسید. یا سوره ناس یا سوره فلق را خوانید، در حال می رود. به خاطر آنکه وی دیوانه از اینجا دور شود یک جای دعا میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به خدا اکنون من هم شبهه پیدا کردم. کی میداند برای نماز طهارت میکرده باشد؟ این رو از کی پرسه مکه خلیل؟ روزهای آخر خیلی سال شده بود. با خانه سوختر چی بلایی زد؟ محترم برادران مومنم، بین هم گپ نزنید. سوال داشته باشید از من پرسید. من به شما حتما جواب میدهم. گوش کنید محترم جماعت. اگر کی این زامبی از پیشتان براید چی کار میکنیم؟ در رو دعاهایمان را میخونیم و او میرود. اگر کی نرود این نشان میدهد که نفسمان آنقدر با قوت نیست. از یاد نبرارید، زود مرا فریاد کنید. من میدانم وی زامبی را به مزارش چطور روان کنم. هیچ خیلی زامبی استادم زنده است. این آدم دیوانه است. چی است؟ هجری جان از برای خدا سر نکن. این دیوانه رو که از دست دادیم، باز نوبتی تو نشود میترسم. اما زنده است. رفتیم بینی. خاموش شوید. هجری بس کن. دعا را دوام میدهیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بیبی ویرا با طرفی چپ و راست نگاه میکند دیوانه. برای چی به مکتب ما اومد نمیفهمم. با صنف ما باز. با خدا دختر نگو که نگفتم. از این احتیاط کن. دوگانه او را زنده نمیگذارم اگر به طرفی صبح نگاه کند.
سلام من جونایم خوش آمدی خب از شناسایی شاد شدم برادر حتی برای خنوکت نگاه نکرد. این خیلی دخترها رو من دوست میدارم. علاوه بر این اگر با من نظر میکرد عشق من در همین جا میمون. عشق من میگویی؟ فهمیدگیت. کجا بودی؟ چند ساعت شد انتظارم. خواهر جان از کار بر آمدم و زود آمدم. به همین همان رو به مکتب بی‌معنی آوردی. طلبه های دیوانه، معلم های عجیب. بی‌معنی میگویی؟ خواهرم یکی از مکتب های بهترین انا همین است. ها همین خیلی است. خدایا توبه یا خدایا. ای جوره جان روشن شد. ای روشن شد این خیلی نکن. ای برادر میسی همین خیلی ما دیر کرده ما خیلی. تو چی گفته ایستاده؟ نمیبینی ویران شده؟ خدایا نرخی گاز که قیمت شد تلخه ماشین هم همین خیلی کافی دیدی. ای آشنا با کار درو نباشد احوالت را بد میکنم. نگوی که نگفتم. برای چی ایستاده؟ برای چی رویت رو ترش میکنی سنم؟ مکتب رو معقول نکردی. تو رو با مکتب دیگر میگذرونم. این مکتب معقول نیست کو؟ این خیلی نمیشود. با این احوال شناس نمیکنم. شناس نمیکنم گفتی؟ خواهر جان تو رو با بیتول شناس میکنم. عاقبت تو مرا با دوست داشتن شناس میکنی؟ بله انا با همین چهره پرخنده زیبا هستی. کنی بینم اکای خوش روی من یک سال از پشت کدام دختر دویده است. اینک میبینی کی هست. او اومد. بیتول گفته این دختر همین است؟ بیتول چی خلاصه؟ خوبم سمی تو چی خیلی؟ خوبم برای تو سورپریز دارم. خواهرم ببین. خواهرت؟ بله سنن بیتول سنن. سلام سنن جان بسیار شاد شدم. من هم. ماشاءالله بسیار شیرین است. خواهری خوش رو داشته ای. تشکر مینت دارم. خواهرم از این پس همراه من میایستد. از ازمیر آمد. امروز مکتبش رو درست کردیم. همه خیلی خیلی خوب. یعنی حاضر اکا و خواهر همه وقت یک جای هستید. خوب است. من در داخلی بیمارخانه بیمار دارم. بسیار نشسته صحبت کردن میخواستم اما حاضر باید به داخل درویم. ممکن است؟ تمام یکم پرابلم نیست. تمام. سنن جان با تو بدتر نشسته صحبت میکنیم. از نزدیک شناس میشه. مایلش میشود. خیلی نیست سنن جان. بله میشود. مایلش بسیار شاد شدم. خیلی مایلش. اکا بیتول گفته این دختر همین است؟ به همین دختر عاشق شدی مگر؟ بله خواهر جانم. یعنی یک سال از پشت همین دختر دویدی؟ بله از پس همین دختر دویدم و او رو بسیار دوست میدارم. اکای خوشروی من یک سال است که از پشت همین دختر میدویده است. باورم نمیآید اکا. تمام این حیاتی تو است. تو خودت میدانی اما تو با زیباترین لایق هستی. سنن جان عاشقم دوست میدارم میگم. رفتیم با ماشین شو. یا خدایا حیات رو همین خیلی نشسته کینا تماشا میکنیم.
نه برادر، دلم تنگ میشه. میلت در بیرون به سیاحت میروند، ما باشیم در خانه نشسته کینا و اخبار تماشا کنیم. و بیرون برایم به کجا میروی بی عقل؟ چی گپ است؟ نمیفهمم. گوشوار؟ این از کی است؟ با خانه دختر دعوت کردی؟ سفسطه گپ نزن، چخل دختر؟ از میلیس است. بله، گوشوار میلیس است. برگردان دادی هم؟ تلفنش رو گرفتی؟ در دفترت هست؟ هرچی بادا باش. خانهش رو هم میدانی. ولی ممکن است همون رو یک زیارت میکنم، برمیگردانم، هم میبینی چشمت آب میگیره. با خوراخوری میرویم، میشود با یگانجا میرویم، میشود. نگاه کن، میشود. اگر یگان مانع نباشد ممکن است که با هم دیگر از نزدیکتر شناس شویم. چی کار کردم من؟ شرمنده شدم در نزد دامولازیو. این چه حرکت های بی عقلانه بود. همش از پشت زهرو شد. از این پس وی آدم با من گپ نمیزند. چی مصیبتی بود که به سرم آوردم. آه زهرو، آه. عیب را ندان، باز خودکشی میکنم گفته همه رو به خودش جلب کرده است. خدای توبه. چی شده است به این استاد؟ در این وقت شب به هیچ کجا نمی رفت، از خونهش نمی برآمد. یک مرد خونه بود. ای خیلی تغییر یافته است، خیلی. دشمن نگاه میکند. با او در این خانه زندگی کردن دشوار است. با دیدنش سخنهای بدی او به یادم می آید. چون که هیچ کس را دوست نداشت، تمام مردها. مگر این گناهی من است؟ از همین سبب تو مرا بد میبینی. اما برای چی تو را دوست دارد؟ برای چی تو را دوست دارد؟ برای چی تو را مزنی میگیرد؟ تو باره از خودت پرسیدی مگر؟ تو یک بیچاره هستی. مردها مرا دوست نمیدارند. میبینیم کی بیچاره است. رحمت سردارم نمیارزد. پسرم من این کلتکیلت رو قبم. من این کلتکیلت رو می آمدگی هایش رو، گذشتگی هایش رو، حتی خودش رو، حیاتم رو برباد داد. حیاتم رو تیر ساخت لعنتی. حاله در کجا است؟
در کجا هستن؟ رفت تک و تنها ماندم با سر قاقم. سردارم میگه که ما در خونه سری ترقتی گشته استم. سری مورنگ سری تقاقه تا با سلین یک جای نشم سری قاقی ما تر نمیشه. تکلیف کنو خیر کی تو را قپیدل پسرم. یک سال شد با دختر یک جایی. سردارم اگر از پس شما نمیگشتم قطع سلین بر وقت خونه دار میشتم سری قاق درگور. هم مرده قریب 10 لیتر شد میخرید. پیون میشه در سری چنبره که رولی. ایسو پسرم نو یک کمش رو گرفتی سودم. سردارم با اوشیرتو هر روز اروای کلتکلس هم ببینی نوشیده مسجده اخی اگان دیو پیوا نبینی با این بالا واردارن و در بالا بمونی. ای بیعقلی نکن پسرم. برای تو رو آوردنم پشیمانم مکن. دیدم میگویم با چشمان خودم دیدم. سردارم اگر خواهید من رو بیعقل و نافهم گوید یعنی کلاس و تنها خانم زورا دید و شما هم دیدی خانم زورا حسابی دوستداریش شما باشید حسابی با اون نفرت داشتنتون. بس شما از من خفه نشوید سردارم. شما آدمی خیالی شده. زهرا پسرم به زهرا خودش رو نشان داده است. زهرا در کجا بدن او را میداند. خیز سردارم بس از یک لحظه مرا گوش کنید. خیز خدا جان چرا من خانم زهرا گفتم کاش دهانم بسته میشد. سردارم با کجا میروی؟ با کجا میرویم؟ قصر ملکه میرویم. با زهرا گم میزنیم پسرم. زهرا در کجا بدن او را میداند. سردارم میبخشید و عقلتون خورده اید. این دفعه بابا اکرم در سر قرش انیق شما رو با سیلو میپروند که اونال اگر پروندن گیرد چیکاری کنید؟ خیلی سردارم یک دقیقه نو اشتماعات بس یگان 50 گرم بنوشیم. یگان شامپانسکی بگی بیار بس منم بنوشم ترس من دیلم گم شو. میرویم گپ زن حسابی رو بیارم. حساب رو یگان سوم ندارم برادر در یگان جا بینویسش بعد بیاریم ایتی. کاش که همش روز میبود زیاد. کاش که دیدم حقیقت میداشت. کاش که تو پدر جان حال زهرا چخیل است کمتر خوب شد؟ خوب او اما آن ساخته کار را فراموش میکرد باز خوب میشد. هران مرده رفت. مردهش حالا هم به ما تاثیر میکند. شکر خدا که مرده رفت پدر جان. اگر زنده میبود خدا میدونست که با زهرا چی میشد. پسرم به تو یک چیز گویم. زنده میبود چی میشد میدانی؟ او را با دستان خودم میکشتم. بوغیش میکردم. من همین خزیر میکردم. تمام پدر جان آروم شد پدر جان تمام. ای آشنا جان گوش کن دختر را گرفته به تماشا میبریم فهمیدی مرا؟ باز ویران نشوی. با خدا اگر ویران شوی تو را برده به قبرستان ماشین ها میپرتاید. اما تو نبودی. اگر تو میبودی در پهلویم میشدی مرا نمیپرتافتی. ای آدم با این ماشین به حولی در آمدن نمیشود. من این آشنا را در یگان جا مانم. من در همین جا میمانم. به یگان جا نروی. آشنا در همین جا مرا تا آمدنم انتظار شو. هیچگاه از یادم و از دلم نمیبرارم مردک جان. اما تو اکنون در اینجا نیستی، در جای دیگری. روحت را عذاب نمیدهم عزیزم. الوداع جانم. اگر دختر را به خود جلب کنیم این قصر را هم صاحب میشویم. چی ها گفته ایستادم؟ جلب کردن و طلب کردن هیچ به تو نمیزبد. تنها یک زیارت گوشوارا میدیم، بعد یک با بیرون میبریم، خوراک پوراک دعوت میکنیم، همین خطرش بس. تمام. کنی پیشترا. سردارم از برای خدا این طرح نکنید. اگر با اون خونه روید بابی اکرم شما رو میکشن. التماس من شما رو از دست دادن نمیخوام سردارم. از یاد برآورده. آخه جوره شخیدت میشه خشم. چی میگویی؟ چی میگویی؟ من برای وحشت مردن را به گردن گرفتم.
عجبا من به هیجان آمدم. نه برادر، چه خیل هیجان؟ مگر در حیاتت بار اول با دختر خوراکخوری می روی؟ اما در یاد ندارم. چی در هیجانی؟ کنی خودت را آرام کن. عجبا یکم بار با واخوری آمدم. سردارم به حال خودتون رحم نمیکنین، لطفا با من رحم کنید، این خیلی نکنید. ای پسرم، لوینت زهرا تمام حقیقت را میدونسته است و همش را از من پنهان کرده است. معقول، تمام فهمیدم، اما اول ما توی میکردیم، یک شب زندگی میکردیم. اقلا سردارم، یعنی من اول مردک میشدم وگرنه بابا اکرم حاجی هر جمع رو میپرد. سلین الویدا جان جیگرم، عشقم. از ترس یگان خیلی فایده ای نیست. اقلا یک بولمانش میبوسیدم. بی عقل هستی پسرم؟ آخر زنم میفوره، بچه ما مردک نیستی؟ پیش درا کنی. بچه ها زنگ در است، درا کشاید، درا کشاید. من میکشویم بابا. سلام دامولا. یا خدایا، شما در اینجا چیکار میکنید؟ چی گپ از خانم میلیست؟ ای وای سوختیم، با دست افتادیم دامولا. چی گپ از زیبان کار شد؟